مؤسس صحیفه ویب جوانان نورک در شبکه اینستاگرام از جانب مقامات میلیتیا با اتهام همکاری با سامانه‌های مربوط به سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف نیروهای اپوزیسیای تاجیک بازداشت شده است. در این باره روز 1 سپتامبر سال 2022 رادیوی آزادی با تکیه به نشریه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع آزادی در صحیفه ویب جوانان نورک در اینستاگرام منصبداران نورک تنقید شده از کمبودی‌های موجوده در پایتخت انرژتیکی تاجیکستان که در 75 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه جایگیر شده است نوارها پخش میشد. حالا چنین ویدیوهای تنقیدی از این کانال پاک کرده شدند. مقامات نام صاحب این کانال انتقادی را ذکر نکردند، تنها گفتند که او یک ساکن شهر نورک بوده به سامانه‌های مربوط به سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی سازمان عبارت از مخالفین تاجیک همکاری میکرده است. سید احرار میرزازاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر نورک در نشریه رسمی وزارت کارهای داخلی گفته است که این ساکن نورک را زمان بازداشت کردند که از یک انشاءات شهر در صحیفه‌اش نوار پخش میکرد. معلوم میشود که او هنگام نوار برداری از آن انشاءات به دوربین‌های کامراهای مشاهده‌ای افتاده است. به گفته سید احرار میرزازاده در جریان تفتیش کارمندان میلیشیا از تلفن این بلاگر نوارهای قبلا گویا به سامانه‌های مخالفین فرستاده شده را هم پیدا کردند. تفتیش این ادعا توسط منابع دیگر مشکل به نظر می رسد. خود بلاگر دستگیر شده و یا نزدیکان او برای شرح قضیه دسترس نیستند. مسئولان پیمان ملی هنوز ادعای به سامانه‌های این ائتلاف اپوزیسیونی همکاری داشتن این ساکن نورک را شرح ندادند. پیمان ملی سال 2018 در ورشو تأسیس یافته 4 گروه مخالفین تاجیک، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاح و رشد تاجیکستان و انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا را متحد می‌کند. الکی سال 2019 همگی بعد یک سال فعالیتش دادگاه عالی تاجیکستان بر اساس درخواست دادستانی کل این کشور فعالیت پیمان ملی را در جمهوری منع کرد. در چند ماه آخر در تاجیکستان چندین ژورنالیست و بلاگر با اتهام همکاری با اپوزیسیا باز گرفته شدند. نمونه‌های از همه برجسته 4 ژورنالیست و بلاگر شناخته عبدالسلام پیر محمدزاده، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و زبقبیک سیدامینی می باشند که در برابر اتهامات دیگر به همکاری با سازمان ممنوع نیز عیبدار می شوند. این سازمان های ممنوع هر نوع ادعای با آنها همکاری داشتن این 4 ژورنالیست را رد کرده می گفتند مقامات تاجیکستان از این اتهامات بر دروغ برای سرکوب مطبوعات آزاد و ژورنالیستان مستقل استفاده می کنند.